میدونید اگر بابا نوئل امروز زندگی میکرد ترک بود؟ بابا نوئل واقعی سال 270 میلادی در شهر باستانی میرا یا دمره آنتالیای امروزی در ترکیه به دنیا اومد. اسم اصلیش نیکولاس بود، یک کشیش جوون و فوق‌العاده مهربون. میگن اونقدر بخشنده بود که تمام ارث پدریش رو به فقرا و بچه‌های یتیم بخشید. زمانی یه پدر فقیر 3 دختر داشت اما پول جهیزیه‌شون رو نداشت. نیکولاس شبانه 3 کیسه طلا از دودکش انداخت داخل خونه‌شون. کیسه های طلا افتاد توی جوراب‌هایی که کنار شومینه آویزون بودن و از همون موقع رسم شد که بچه‌ها جوراب آویزون کنن زیر بخاری خونه هاشون. سال 1930 کمپانی کوکاکولا برای تبلیغ کریسمس بابا نوئل رو با لباس قرمز و سفید و چهره چاق و خندان طراحی کرد و از همون زمان این تصویر تا امروز توی ذهن مردم دنیا مونده. پس بابا نوئل واقعی یک قدیس مهربون بود که عاشق بچه ها بود و بهش سانتا کلوز یا سنت نیکولاس میگفتند. بابا نوئل واقعی در ترکیه امروزی متولد شد و هنوزم مسیحیان دنیا کلیسای سنت نیکولاس رو در شهر میرای آنتالیای ترکیه زیارت میکنند و هر سال همزمان با فرارسیدن کریسمس و سال نو میلادی روح مهربونش دور دنیا میچرخه. کریسمس بر همه مردم جهان مبارک.